اگه تو هم مثل من یه کارمندی و از خوردن صبحونه‌های تکراری خسته شدی، این ویدیو مخصوص تو. برای این صبحونه چیزی لازم نداری غیر از نون تست، کره، پنیر گودار اگه دوست داری و تخم مرغ. اول از همه نون تست رو به اندازه یه ضربه تخم مرغ وسطش رو جدا. بعد با چنگال یکم ضربه میزنم که سوراخ شه تا حین سرخ شدن روغن جذبش بشه. توی تابه‌ای که از قبل گذاشتم داغ بشه یه تیکه کره میندازم. حالا نون تستمو میذارم. یه دور نونمو اینور اونور میکنم که دروشم یکم طلایی بشه. حالا تخم مرغمو میشکنم. یکم که زردیمون خودشو گرفت بهش نمک فلفل اضافه میکنیم و بعد از تابه درش میکنیم. یه دونه پنیر گودام اگه دنبال صبحونه رژیمی نیستی میتونی بذاری روش. در نهایتم یه نون تست میذارم روش و بعد میذارمش تو ساندویچ میکر. یه کوچولو کردم میذارم وسطش. فقط یه نکته رو داخل پرانتز بگم، اگه ساندویچ میکر ندارین همین کار رو توی تاوه هم میتونین انجام بدین. یکم با چنگال فشردش میکنین میذارین دروش بپزه. دیگه آماده است. اینم از این. ببینید چی شد. عالی.